تعطیل میشم غیر از این به من این گپا بزنم. راست میگم برادر، راست میگم. تا به کی تحمل کنم بابا؟ من بیشه چی بگم؟ به خود من چی بگم؟ من بیعقل نادون نافهم جاهل کسی به من پیدا نشد که برادر گیلک تو همی دختر خود به می شخص میدی، همی پیر ازی، خود ازی، برار ازی، اینا دارم پول. آخه 5 سال میشه. با بیلا دمه که خاله ما به ما میگه که خاله جو البته این دختر خود تو از او گرفتی بودی، حیف از این دختر تو نکرده بودی که به زینا دادی. عباس امروز دیگه من سر نخ از این معاملت معلوم کنم. و فهمیدی؟ امروز من معلوم میکنم یا دختر من یا 10 سال دختر من وقت یا 4 لک چند دیگه مونده. 1 لک بدادم از 4 لک و 20,000 3 لک و 20,000 دیگه یا مال بدم یا سر دختر من وقت و فهمیدی؟ من دختر هم که تو میگوزبندی. عباس به کجایی که تو میشنوی نمیایی؟ بله هم بالیات هست که هم صدا خود بالا میکنی بیا دیگه. میگم کن بالا خی که من میگم همین معامله ما و همین کجیر و مامان نوروز چه کار میشه؟ کدوم معامله؟ همین معامله دختر من. آخی 5 سال میشه. همین نوروز. راست میگه لالا شما برسه که خاله چی میگه، عمه چی میگه، دختر عمه چی میگه، گپای ما میزنه که سهم شاق بدر میکنه. آی شما این دختر خود مفتاد دادیم و شما نروزی میادیم عروس میکنه. حالا رد هیچ چیریالا کو رد از این گپار نزن عباس. رد از این گپار نزن. من نمام چیزی. ما خود نروز اول چیزی پیری کردم گی چی نیاریم. با دختر محتاج خال نیاریم. بابا اگه من میگم زنگ زنم بگم اثر را دختر ما بخزیم. لالا با 100 سال دیگه میت زنگ زنیم به قصه شما نیه. از این کرده بریم هم جلوی بشینیم رو درو گپ زنیم. خود چی بگم من؟ چکار؟ من بگم یا اثر را دختر ما خزه بیا عروسی کنه. همین همسایه همین دختر خاله ما دخترها همین ما تو بلغه میگه. بعد آخه اهل ما میرم خودی ما گپ بزنم. زنگ زدن میشه که شما بریم زنگ زنیم به زنا. تو سر بکن تو. راست میگه این لالا هم راست میگه. بیان دختر نوزادار کردن خویا سر راه وقتی لالا یا عروسی که آخه چند سال میشه. سلام علیکم من ناوش. شکر الحمدلله. سلامت باش. خوش کنی توقعت با پاش ما نخله. نمیشه. بخوام نزوی. مامان نوروز. بله. غرض از مزاحمت. بله. بیام آدم به پیش شما. خوب کاری کردی که میدی. فهمیدین؟ بله. همین معامله ما و شما مامان نوروز چی رقم اشتنه چه کار میشه؟ این کدوم مسئله اشتن معاملیه؟ ازم غیر از این معامله خیشی دیگه ما و شما معامله داریم. خو یعنی چیکار کنم؟ چی گپه؟ چیکار کنم؟ بله. چیکار کنم؟ خو خیشی کردیم خود شما دیگه چیکار کنم؟ خیلی هوشیار مامان نوروز. واقعا خیلی هوشیاره. پس دیوانه باشم؟ نه. مامان نوروز یک چیزی من به شما فکر میکنم. من به شما گوسپند لندی دادم یا گوسپند قربونی؟ نه به من گوسپند لندی دادی هم گوسپند قربونی. خب چی دادم برای شما؟ دختر دادی به بچه می. ای خیر بینی. خیش هم هست. چند ساله؟
ها؟ چند ساله؟ خوب دگالی که خدا برابر نمیکنه چیکار کنم؟ ها؟ از چی مثلا؟ یعنی پیشکشی با برابر نمیشه که بدم یعنی با واسطه میگه دیر عروسی کردنی. گپت کمی تو میای. کی با عروسی کردین شما؟ یعنی میگم فرض مثال گپت کمی تو میای که چرا نمیام عروسی نمیگیریم برای دختر. ماما نوروز مار مسخره نکن ماما نوروز و فهمیدی ما هم ریشتونیم از ما کلونترین شما. بعد ماما نوروز ما سال و سیار و دیار و احمد و محمود 1000 مشکلات پدر ننتی به سر ما هسته. قیق نکش که قیق چی نکشم؟ قیق میگم میگو قیق نکش که چهار تا قیق میکشم لالا نوروز شما میرزه بعد میگم تو بک دقیق مفتلا دیدی تو بک دلو میگی چپا کنه سلات اینه بعد هدست خبر خستی بعد من دختر من به خونه نمونده بیدم بعد گیلک نه امیر من میپرسم بمونده بیدک به خونه نکی گفتم بمونده بیدک اگه نمونده بیدک 5 سال میشه اینه قیق نکش دیگه شهرم خوب چیزیه بعد آخو تو قیق نکش قیق میکشم میگم میگم من یک دقیقه اجازه میدی یا نه قیق میکشی آرامتر خود میگفتی آرامتر آدم بری گفتی لیاز مراد 1 ذره 2 ذره بعد دیگه من پیش هر میمیرم میگم چکارک و فلانکه از این کرده میگه دختر خود تو به تو میندختی من اگه میدیشم که به خدا قسم میشه پوله بم تر تو کی داری تو اینا مرگ داره اینا 4 تا گوسفند دارم 4 تا گوسفند میخوره دیگه ها 4 تا گوسفند نیست نمیشه یک زمینی بگیری دی بیای پیشکش دختر من خلاص کنی بری عروسی کنی بری برات کار کو یعنی زمین بگیره بودم نه مر بیا بدی بگیره بفهمیدی مر چری نمیدی بگیره چشم می زمین آمد در کنار بودم بگیره بودم هر چی کاکا به زمین بگیره میدی سرا خود میفروشی زمین خود میفروشی بفهمیدی بیا طلب من بدی دختر من عروسی کو اگر نه سرا دختر ما بخزین نگه بعد گله بعد کاکا بعد تو بعد با خدا با تو بعد نیه خجالت کش تو خجالت کش بسته میخوایمی ما بدت که میفهمی من تو شرم خوردم یک دقیقه اجازه بده خواه اجازه بسته میخوایمی ما گفتم همین دختر خود روز اول با من 5 سال پیش همه مردم گفتم همین دختر خود می نوروز نه ما من نوروز نه که آدم گوش نیه ای آدمی هست که نون سیر شه او نمیخونه همین تو گفتم بلیا تم ببسید ببر کلا ما خود تو گفته ببسید ببر کلا خود زدی دیگه کلا خود زدی فقط تا به 5 روز دیگه وقت داریم ما نوروز اگر پیشکش مر طلب مر میاری طلب دختر مر میدی سلک و 20,000 روپیه بدی اگر نمیدی بعد هیچی خوب کسی تو برید کنی خوب خیر بینی اثر دختر ما بخیر خوب خیر بینی خیر بینی خیر بینی من اگر مردی بودم سر 5 روز عروسی خو کردم مسخره شیطان منو مسخره شیطان تو که دل خو گردن خو کردی که تو 100 نفر به داری پیش من جمع کردی خیخ نک عروسی نمیکنه میگو همین طلب من نمیده خجالت کش فهمیدی خجالت کش من نمیفهم من امرو قطعی کردم آوردم بعده با خدا به تو بعده دول خوبه گردن خو که جارزی تو سعی کن خجالت نمیکشه اقاط قیافی خو بیشتر قیقا میکش که 100 نفر به در پیش ما جمع کرده ای مور نقصش که چند علافی دونه کنو دیوانه خیشی کردم یه ماده ساعت درغن لیبیتی میکنه خونه خجالت هم نمیکشه مگه ما برو تو خود برو رای گپ زنو با که میستینی با بلا جونو که میستینی با دختر خو میستونم چکار میکنم فلان میکنم چه کار میکنی؟ ای تیار میکنم بگو توی بشی ماشون تا دیگونی کمک خوابیده کنم میگو بله همین خصول لیبات امرو بیامدی به سر زمین خوبه ای تا دول خوب گردن خو که دیگه پا نمیزد که من خود تعجب کردم من بمونده که به جواب ازی چی بگم چی میگفت بابا
میگو یا پیلام بیاریم بدین که عروسی دختر رو بکنیم. ما هم پیلم ندارم، ما چه کار کنیم؟ نمیفهم بابا. یا میگه سر رو دختر بخزیم. نمیفهم بابا. چیکار میگه؟ حالا چی فکر میکنی؟ ولی یلا کنیم، ما که پولم نداریم اشته کنیم. نه چی یلا کنیم بابا؟ مود یلا میدون. 5 روز من بیشتر وقت نداده. 5 روز؟ 5 روز گفته تو 5 روز اگه پیلام بیاردیم نبوده، میگن از سر رو دختر بخزیم. چیکار کنیم بابا؟ ما چی میگیم امی باخچر بگیریم بگیره بودیم. باخچر بودم بگیره یا گوار بفروشم؟ گوار نفروشیم بابا، همونه چکه شیر ماسی داره بابا. همین باخچر ما این بدیم بگیره، ولی که اون تزدید کرده به خوی افتاده مجبوریم بابا. گفتم ای تو یک لیبیتی ها نکرد، ای تو 100 نفر بسرم تمیز زمین علف داریم 100 نفر بسرم جمع کردی. و شما یک کاری کنیم بابا، قرار که دمی همین باخچه که بگیره دیم پلا قرار که درشی کنیم عذاب بیتا. بابا کن خدای پاک بده به ما با پس گیره ویر خلاص کنیم، حالا که او 5 روز وقت داره. آخه اشته موری یلدو. من امیر گفتم اگه من مردی من سر 5 روز عروسی بچه خواه کردم. دیگر رای بابا نداریم. دیگر رای ندارم چه جو؟ پولم که ما 1 روپیه نداریم. مگر این باخچه بگیره بودم، هیچ چاره نیه. من میرم نفر پیدا کنم، تو هم گروه خود جمع کن. خوبه دل جمع باش. تو یک دقیقه بیا. چی مایی بابا؟ تو بیا. میگی زنگ زنم برای خود نامی باخچه بگیره بدون نمیشه. برای خود اینا؟ ها. ما این با برار رمضان بگیره بودیم. با براریو؟ ها پول داره بابا، شاید گیره کنه دست از وای. خب باشه میرم پیش رمضان میرم، خود رمضان گپ میزنم. ها بریم گپ زنیم ما گپ میزنم، خود رمضان گپ میزنم. خوبه بریم. سلام علیکم. و علیکم. یعنی قایم خشتری همین رقمه. چره؟ برو تو بیام سر زمینه ابری سال تو پیش این مردم 4 تا همسایه ببر. این کار خوبه که. خب. ولی کجای برو تو گله؟ برام گلک بیام به سرا شما خو. خب گفتم بیام به سر زمینه خودم جنجال کرد ابری سال پاک ببر. بده تالا. رمضان کجاه؟ رمضان بریش بشیم به کجا؟ خب برم سر کمک کار دارم. بیای. یا الله. مامان چای بیارم. نه مو. وای برو برو. کو برو خیلی زنگ بزنی. برو خو. آه. برو خو رمضان. ها. بعد که زنگ زده. بله ما لالا رمضان خواه بخیریم. شکر. میگم لالا رمضان مامان روز بیاده به خونه میگه با برا زنگ بزن. به کجای شما؟ در سرای. خوبه بیای. خیرات مامان روز بیاده بیاین سنگ چی مانی. خوب بیای. اما اون در سرای میاد. وای. الان بیا مادر. موزه فکر نمی کنم. بیا مولا رمضان بیای. خشتری امیر غم شده برادر کن. مامان نوروز دیگه. سلام علیکم. مامان روز بیشتره. یادم خیلی سلامتی یا خوشحاله. خیلی خوش آمده. زنده باش. تیار هسته؟ برو عباس کمی چای بیاره. میگن نمو. نه بخورم چای کوکو. کمی بلوتر بشین. چی گپای مامان روز؟ قراریه. کجا بودیم اشته شد که از ما خبر گرفتیم. ای کوکو نپرس. چرا چیکار شده؟ دل تکه خدا نکنه مامان روز. امرو برار تو بیام آده و تمیز زمینا پاک ابری سیاد مربا برده که من چون 5 سال میشه تو دختر
جلوی دخترم خط کشیدیم، چه کار کردیم، فلان کردیم. بابا حالا میفهم زندگی مشکله، پول نیه، چه کار کنم؟ چه کنیم ما نوروز؟ ما 4 کلمه گپ به شما میگم. خب اگر من بگم شما میگیم برارتونه، برار ما ملامت نیه ما نوروز. آخه 5 سال میشه شما 1 لک پول بدادیم، خود شما من پیش خود خود حداقل ما هیچی من پیش خود کلاه خود قیزی کنیم بگیم امینا ملامت هم یا نیم. آخه ما قوم داریم، خیش داریم، دوست داریم، دشمن داریم، به ما طعنه میدم. دخترا مامایی و دخترا کاکایی و اینا همه نامزاددار شد به نوبت خودی و عروسی کردم، صاحب اولاد شدم. این هنوز امیت پادر هواش اشته نه. شما یک نوروزی الده آوردیم، نه یک تموسی، نه زمستونی، نه ایدی، هیچی نآوردیم. حداقل اینا که نمیاریم بیایم همین عروس خورور داریم ببریم که ما هم حداقل مردم به ما طعنه ندن. خب پول نیه چه کار کنیم؟ والا پول بیدی زندگی بیدی که میتونستیم دیگه، وقتی که پول نباشه چه کار کنیم؟ شما که پول نداشتیم اول پیارم فکر خور میکردیم امی معامله نمینداختیم ببین. شما که پولم کیسی خیلی هم میگه اول کیسه پر ارزان کو بعد به فکر زن کو. اول بعد آدم فکر خور بکنه. تو همه ما تنه میزنم. لالا مشکلات زندگی مشکل داریم، ما مشکل داریم. شما من ملامتون درباره شما ملامت کنم. 5 سال میشه راست میگه. من نمیگم که یعنی شما دروغ میگین، خدا نکرده راست میگم. برادر من ملامت کی خود کردم، اما وقتی که والا تو مشکلیه دیگه چه کار کنم؟ خب من چی میفهمم ماما؟ گفتم این بیام با تاز زمینا یک گستوزیا نکرد، یک قیقا نکشید که خود من تعجب کردم. همین تو به سر کله خو میزد و همین تا که داردارا میکشی که دیگه چی بتو بگم. خب هر کی باشه که فکر 100 نفر که در پیش ما جمع شد میگه اگر نمایم بیان جلو دختر رو یلا کنه. بابا جان این کار خیشیه، ما شما خیشیم هم دیگر. یاد ما نوروزی تا خیشی ما تا حالا ندیدم که 5 سال تیشه شما حداقل هم پیشکش خود نسبه نکنه. برار ما ملامت نیه دقال ما اول هم شما بگفتم اگه کلمی طرفداری کنم میگم برار نه. شما خود شما فکر کنین دیگه. چند پول والا اگه ما همین مصرف عریسی خود پیدا کنه همین البقی و صبر میکنیم بالا ما. البقی رو چنده؟ 320,000 دیگه هسته. چنده بدادن؟ 1 لک بدادم. مامان نوروز شما ما یک مصرف عروسی رو پیدا نکنیم، 1 لک که بدادیم 1 لک ما میدیم شما مصرف عروسی خور بکنیم. همین 420,000 البقی باشه. همین کار راه داره، امکان داره. میگه که شما 320,000 روپیه دیگر ما نگاه داریم که شما بعد از عروسی شما به نامزدداری ندادیم، با بعد از عروسی میتونیم پولار داده. خیلی چی دیگه خیر باشه. یار من فکر نکنه که این معامله شما رنگ داشته باشه. من بیخی معامله شما رو خراب میبینم. کسی دو برید میبینید شما با خلاصه بگم با فکر خوبشین. برار من آدم اعصاب خرابیه. من به جلوی چیزی گفته نمیتونم، ملامت هم نیم مامان نوروز. اگر میستکیم چاشت شو و افتخار میدیم ما به خدمت شما. اگر نمیستکیم خب بریم به فکر تیار باشیم. زنده باشیم. بچه خوبشین. خدا حافظ شما. خیر باشید. میگو بله به نظر تو می برار ممی دختر خوربوستون از این بیتر نیه؟ میستو نه لالا آره با نگاه کن. بابا این پاک مسخره کرده خود. میگه 320,000 روپیه دیگه باشه. اگر تو دختر بردی پیش ما خوب باز من نمیفهمم. برار ما دختر خور بده به می گپی من نمیدونم دختر برار خور بره. نه پولای بمونده برام اصلا خراب دختر خور میستم بریم برات کار خو بریم. مردم تو به چی هم موشا خونه را گشنگی لورس ما بیا بچا خو نوزادار میکنه. چی چلچلا چی هست که نوزادار کرده؟ یه گوجه بی اون خوردن خور نداره زن ما چه کار. ای لالا